روز 1 مای ساعت 12 شب بارسلونا در میدان خود کامپ نو در پولفینال لیگ چمپیونها لیورپول رو پیشواز میگیرد. هماده سلام دوستان، شما قرار داره در کانال فوت برادران و با شما امروز تنها محمد گیروف. امروز در برنامه گپ میزنیم درباره بازی پولفینال لیگ چمپیونها بین بارسلونا و لیورپول و پروگنوزهای خود را با شما پیشنهاد میکنم. ولو گفتن نماند این ویدیو با یاری ادین ایکس بت ساخته شده است. کوفیشنت های بالا بونوس های گوناگون را شما تنها از اینجا مییابید. اگر باز در وقت رجیستراسیا کردن در جای پروموکد تاچ فوت نویسید با شما 5000 روبل بونوس میدین. امکانیت را از دست ندید. سیلکای بازی در کامنتر این ویدیو. بارسلونا در یکم بازی نه تنها داوطلب حساب میخورد بلکه همچون قهرمان اسپانیا سال 2018-19 بازی میکند. روز شنبه بازیگران ارنستو والورده با حساب نه آنقدر کلان 1-0 به لیونت غالب برآمدند با تشبث گل لیو مسی و پیشکی قهرمانی خود را جشن گرفتند، نگاه نکرده به آنکه که 3 بازی دیگر دارند. بارسلونا از اتلتیکو 9 گل پیش میباشد و با حساب هر گونه متخصصان آنها الکی قهرمان نامیده شدند. کاتالونیا 2 سال پای هم قهرمان اسپانیا میشوند. پیش از بازی با لیورپول بارسلونا 4 مرتبه پای هم غالبیت دارد و 22 بازی میشود که مغلوب نمیشوند در همه تورنیرها. آخرین مرتبه کاتالونیا 11 نوامبر مغلوب شدند در لالیگا از بتیس با حساب 4-3 و این سوم مغلوبیت میشود برای بارسلونا در این سیزن. در لیگ چمپیونها کاتالونیا مغلوبیت را نمیدانند. دسته در گروه خود یکم جا را اشغال نمود در بین دسته‌های تاتنهام، اینتر و پس‌وی و در پلی آف باشد اول لیون را پراند و بعدا منچستر یونایتد را. در میدان خود کاتالونیا در این سیزن در لیگ چمپیونها 4 غالبیت و 1 مساوی دارند. لیورپول پیش از بازی با بارسلونا دسته هدرسفیلد را تورمور کرد در اپل با حساب 5-0 اما در جدول گل‌ها تا حال در دیوم جا قرار دارد و از جای یکم منچستر سیتی 1 گل فرق میکند. بازیگران یورگن کلوپ میتوانند با خود فخر کنند. آنها 10 بازی پای هم غالبیت دارند و در همه تورنیرها 19 بازی میشوند که مغلوب نمیشوند. آخرین مرتبه لیورپول در اول سال مغلوب شد در اپل از منچستر سیتی با حساب 2-1 و در کوپک انگلیس از وولورهمپتون با حساب 2-1. در لیگ چمپیونها لیورپول با یک مشکلی از گروه خود برآمد که در آنجا دسته‌های پس‌ژ، ناپولی و چرنا زویزدا قرار داشتند که آنها جای دیوم را اشغال نمودند و بعدا در پلی آف باواریا و پورتو را شکست دادند. در مهمانی لیورپول در لیگ چمپیونها تنها در پلی آف بازی خوب نشان دادند. اگر آنها در مهمانی باواریا و پورتو را شکست داده باشند تا در بازی‌های گروهی باشد 3 مرتبه مغلوب شدند. با غالبیت بارسلونا در این بازی بوکمیکرها کوفیشنت 1.86 میدهند برای مساوی 4 و برای غالبیت لیورپول باشد 4.28. در میدان خود بارسلونا بازی را به عهده خود میگیرد و لیورپول باشد تنها شانس خود را انتظار می شود و این شانس با بازیگران یورگن کلوپ حتما پیدا می شود. لباسورخان در این سیزن در حمایت خیلی خوب بازی میکنند و هم باوری ندارم که آنها گل بسیار سرده‌اند، لیکن کفالت نیست که الیسون دروازه خود را به گل میماند. من باوری گفتم میتوانم که بارسلونا در این بازی مغلوب نمیشود، لیکن در بازی جوابی به خود کفالت نمیدهد برای برآمدن به فینال لیگ چمپیونها. پروگنوز من در این بازی غالبیت بارسلونا زیاده از 1 گل یا اینکه مساوی با کوفیشنت 2 و باز شما میتوانید خوب کنید توتال بسیار 2.5 با کوفیشنت 1.65. دوستان با همین تمام. شما کی را در این بازی دستگیری میکنید؟ بارسلونا یا اینکه لیورپول؟ و میتوانید در کامنتر پروگنوزهای خود را نویسید و از یاد نبرانید پادپیسات را اگر تا حال این کار را نکرده باشید که از خبرهای مهم و شوق‌آور فوتبال خفا نمانید. با شما بود محمد گیروف. خیر تا بازدید.